همونطور که ملاحظه میکنید ما به اندازه 2 تا قاشق چایخوری که داخل لیوان بریزیم و بعد یه مقدار خاک معمولی رو روی سوپر جاذب بریزیم. این خاک ریختنش به علت اینه که آب مستقیم نره به اون اصابت بکنه که خوب بتونه در واقع چیز شیمیاییش رو نشون بده. و بعد همونطور که ملاحظه کنید این به اندازه 100 برابر وزن خودش آب جذب خواهد کرد که حالا ملاحظه میکنید که بعد از اینکه آب رو ریختیم این آب کامل ژله‌ای میشه. ببینید همونطور که ملاحظه کردید اگر یه مقدار صبر به خرج داده بشه کل آب رو تا 100 برابر وزن خودش جذب میکنه. اما این جذب آب بیشتر معمول به موقعی است که بره زیر خاک، روش خاک قرار بگیره و آبیاری آرام آرام بشه. این وضعیت رو پیدا میکنه که این آب رو 100 برابر وزن خودش جذب میکنه و ذخیره میکنه.